این یک ساطور است. ساطوری ساخته یک انسان برای شکستن استخوان و چوب. قدمت آن چیزی فراتر از صدها هزار سال است. به 1,000,000 سال پیش برمیگردد. این ساطور متعلق به انسانی است که اینجا زندگی می‌کرد، در حوالی رودخانه‌ای که حالا آن را کشفرود می‌نامیم. جایی حوالی شهر مشهد امروز که با پژوهش‌های باستانشناسی 80 نمونه دست ساخته سنگی از بشر آن روزها کشف شد. انسان‌های راست قامتی که اغلب به صورت گروهی اردوگاه خود را نزدیک منابع دائمی آبی برپا می‌کردند تا به راحتی به آب و سنگ و چوب دسترسی داشته باشند. شکارگرانی که حرکت گله‌های شکار را در اطراف رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها زیر نظر داشتند و دست جمعی به شکار یک حیوان می‌رفتند. کار شکار که تمام می‌شد، وقت پوست کندن آن بود. ابزارهای دستی برای همین ساخته می‌شد. برای شکافتن پوست لاشه حیوانات، بریدن گوشت، شکستن استخوان و دسترسی به مغز آن. اجداد ما در 1 تا 1.5 میلیون سال پیش با این ابزارهای ابتدایی شاخه درخت را می‌بریدند و زمین را برای درآوردن ریشه‌های خوراکی می‌کندند. ابزاری که امروز ساده به نظر می‌رسد، سنگی است که تراش خورده و تیز شده. اما در آن روزگار باید این سنگ‌های کوارتز را که تردتر بودند می‌یافتند و وقت می‌گذاشتند تا یکی از آنها را بسازند. کوارتز شکننده است و جدا کردن یک تراشه تیز از آن نیاز به مهارت و کنترل ضربه وارده دارد. صنعتی که در کشفرود به خوبی دیده می‌شود. شبیه همان کاری است که اجداد آنها در آفریقا انجام می‌دادند. پژوهش در این منطقه در سالهای 1353 و 54 توسط کلود تیبو و علی آریایی انجام گرفت و مجموعه های ارزشمندی از دست ساخته های انسان در 1,000,000 سال پیش به دست آمد. بزرگترین این مجموعه ها در نزدیکی روستای آبروان و سایر مجموعه های بزرگ در چاهک و بغبغو پیدا شدند که حالا این آثار در موزه ملی ایران هستند. کار تحقیق روی اجداد ما، یعنی انسان‌های شکارگر اولیه، هنوز هم در ایران ادامه دارد. پژوهشگران رد پای آنها را در مناطق مختلفی در سرتاسر ایران امروز یافتند و با هر کشف تازه دانش ما درباره آنها بیشتر می‌شود.